و توی اولین قرار ایشون به من یه کارت هدیه 3 میلیونی هدیه دادن. تیکه کارت نه متاسفانه همون موقع پولو برداشت کردم کارتو انداختم دور. آقای قاضی ولی من هنوز تیکه کارتمو دارم اینهاش. مبلغ 3 میلیون تومان بود. قرار اول آقای قاضی من شکایت دارم حاج آقا. من شکایت دارم این مرتی که گیداز همه اینو به من کمتر کادو داده. داش میلاد چه شده؟ یه ماشین سنگینی اینجا رد شد، کوچه تنگ بود، گفتم نمیتونی رد بشی، گفت رد بشم میرینم رو سر دا. خب چه شد؟ دست فرمانش خیلی خوب بود، نادرست رد شد. اینجا بزنی میدهش سالم ریده. منو میبینی به من میگن سیاه بخت، به من نخندید آدمای خوشبخت. بابا ول کن دیگه. بگیره جا تو خاکم خدا چجوری دردام، بگیره جا تو خاکم دار ندارم